چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ تباه شدیم. خورشید از مغرب طلوع کرده. و یوم تقوم الساعة یومئذ یتفرقون فأما الذین كيف بك أخي المسلم إذا بعت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لو تذكرت بعض أقاربك چطور ممکن است؟ باید قرآن بخوانم. صفحات قرآن خالی است. بعض أقاربك وأصدقائك وقد من الله عليهم بدخول الجنة وزادك ذلك حسرة وأسرة. نماز میخوانم. نه، دیگر نمازی نیست. دیگر تلاوت قرآن وجود ندارد، چون درهای توبه برای من و تو و همه دنیا بسته شده است. قیامت شده است. یا الله. نه ذکری، نه یادی، نه استغفاری، هیچ چیزی به حال من و تو سودی ندارد. ای کاش چند روز قبل توبه میکردیم و به درگاه الله رو می آوردیم. خیز ای بنده محروم و گنهکار بیا، یک شب ای خفته غفلت زده بیدار بیا. بس شب و روز که در زیر لحد خواهی خفت، دم غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا. شب فیض است و در توبه و رحمت باز است، خیز ای عبد پشیمان و خطاکار بیا. برده شب که بود آیت ستاری من، دور از دیده مردم به شب تار بیا. این توی بنده آلوده و شرمنده من، این منم خالق بخشنده ستار بیا. مگشا دست نیازت به عطای دیگران، دل به من بسته و بگسسته ز اغیار بیا. فرصت از دست مدی میگذرد این لحظات، منشین غافل و بی حاصل و بیکار بیا.